درود مجدد ما را از استودیوی مرکزی رادیو تلویزیون ملی افغانستان از کابل پذیرا باشید. ادامه برنامه افتخار است. من میزبان سه ورزشکار، سه چهره برجسته رشته فوتسال کشور هستم. هر یک محسن رضایی، عبدالواسع بهادر و علیرضا سلطانی مهمان ما هستند و بیشتر در مورد راه‌اندازی رقابت‌های لیگ الف فوتسال کابل با اینا صحبت‌های می داشته باشم. سلام استاد، وقت بخیر. انشالله که خوب باشید. دوربینای ملی و ملی اسپورت و شبکه افغانستان در خدمت. علیکم سلام، سلامت باشید. سلام عرض میکنم خدمت مجری تمامی برنامه افتخار، همچنان بینندگان عزیز در خدمت شما است. بخیر باشین. بهادر جان، دوربینا در اختیارت است. سلام به شما و تمام بینندگان خوب. سلامت. سلطانی صاحب هم هست اینجا. سلام به شما و تمام بینندگان گرامیتان. علیرضا سلطانی هستم، بازیکن تیم ملی 19 سال. بسیار خوب، بسیار خوش آمدید. ابتدا بیایم استاد از اینجا آغاز بکنیم در مورد راه‌اندازی لیگ الف فوتسال کابل به ما و بیننده ها یک معلومات بدین که میان چند ورزشکار، البته میان چند کلب یا باشگاه برگزار شده. لیگ الف فوتسال شهر کابل مدت یک هفته میشه شروع شدن با اشتراک 18 تیم برتر تیم کابل. مسابقات در سطح خیلی بالای در جریان هستن. ما به عنوان یک استعدادیاب همونجا هستیم، بازیکن‌های جوان و کسایی که لیاقت ملی پوش شدن دارن انتخاب میکنیم. آینده خوبی ما میبینیم انشالله در فوتسال، انشالله که از بین همین تورنمنت ها انشالله چهره‌های خیلی برتر رو ما برای تیم ملی جذب بتونیم. بسیار خوب. رقابت‌های لیگ الف فوتسال کابل با میان گفتین 18 باشگاه برگزار شده و چه زمان مدتی را در بر خواهد گرفت تا اینکه به اتمام برسه و چهره‌های خوب و تازه کار برای تیم ملی 19 سال و تیم ملی فوتسال افغانستان شناسایی بشه؟ همونطور که گفتم یک هفته میشه که مسابقات لیگ الف شروع شده و تا 10 روز دیگه هم ادامه داره، تا کلا شاید همین 18 روز اینا خلاص شوه ان شاء الله لیگ الف. ما مطمئن هستیم که از بین چهره‌های خیلی خوبی رو ما میتونیم برای تیم ملی انتخاب کنیم. انشالله یه اتفاق رخ بده و ما شاهد استعدادهای تازه به جمع ملی پوشان 19 سال ما و تیم ملی فوتسال ما باشیم که واقعا مردم افغانستان بالای رشته فوتسال خیلی حساب میکنه و ما خوشبختانه تانستیم برای بار نخست به جام ملت‌های فوتسال آسیا راه پیدا بکنیم. عبدالواسع بهادر در مورد بازی ها برای ما میگه تا اینجا بازی ها را در چه سطحی میبینی؟ راه‌اندازی رقابت ها چقدر برای ظرفیت سازی فوتسال بازان کشور موثر واقع میشه؟ ما رقابت ها که برگزار میشه چقدر موثر تمام میشه تا اینکه چهره های تازه بیاید در کنارشون؟ رقابت ها بسیار مهم، خوب موثر به تمام میشه. بله. و رقابت ها بسیار مهم است چون سالها بتونن که یعنی بازیکن‌های خوبتر به تیم ملی و مرحله اولش انتخاب کنن تا بتونن یک دستاورد خوب به دست بیارن. بسیار خوب. سلطانی صاحب در مورد بازی ها برای ما گفت. بهادر جان در مورد ای که خودت در کدام باشگاه توپ میزنی به ما و بیننده ها بکن. من خودم در کلب کوثر توپ میزنم. بسیار خوب. مدت 2-3 سال میشه با تیم کوثر است. بسیار خوب. در لیگ الف کابل حضور داره باشگاه کوثر؟ نه، حضور نداره. بسیار خوب. به خودت برمیگردیم. جناب رضایی، خودت سرمربی تیم ملی 19 سال فوتسال کشورم هستی. تا اینجای کار استعدادهای تازه کار و نوظهور را در ترکیب ای 18 تیم چگونه ارزیابی کردی؟ ما یک مرحله اول انتخابی برای 19 سال در شهر کابل برگزار کردیم. از بین 55 بازیکن، از 55 بازیکن ما در 18 بازیکن رسیدیم. 18 بازیکن خیلی با استعداد هست، ولی خب این باز مرحله اول انتخابی است. از مرحله دوم انتخابیش میشه ولایت ها. ان شاء الله که استعدادیابا برن برای در ولایت ها بازیکنایی که لیاقت پوشیدن کالای تیم ملی دارن انتخاب شوند و تیم ملی دعوت شوند در تست مرحله دوم. همچنان مرحله سوم انتخابی تیم ملی 19 سال از کشورهای همسایه از جمله ایران که مهاجرین خیلی با استعداد در اونجا هستن. بله، بدون شک. یعنی شما نظارت میکنیم به عملکرد ورزشکارا تا اینکه من حیث سرمربی تیم ملی فوتسال 19 سال کشور اونا را شناسایی بکنید تا اینکه در ترکیب 19 سال استفاده بشه. بله دقیقاً. بسیار خوب. بهادر جان، در مورد کریر خودت بگو، فعالیت های خودت بگو، در کناری که شما عضویت 16 ساله دارین فکر کنم. در کدام باشگاه دیگر توپ زدی و چقدر وقت میشه که رو آوردی به رشته فوتسال؟ ما مدت 1 سال میشه به رشته فوتسال رو آوردیم و در کلب کابل استار فوتسال بازی میکنم. بسیار خوب. و
بر ما بگو چه چیز فوتسال خوشت آمد که در فاصله بسیار کم تصمیم گرفتی که بیایی و فوتسال انتخاب کنی؟ ورزش در معمولا نمکش بهترین ورزش است و ما باید ورزش کنیم و بسیار خوب. سلطانی صاحب در مورد بازی بر ما بگو. بازی های لیگ الف کابل در حال پیگیری است و تا اینجای کار که جناب رضایی تانسته که بدون شک چهره های شاخص یکی دو بازیکن از هر تیم شناسایی بکنه تا اینکه در مرحله اول یک تستی از داشته باشه. تا اینجای کار عملکرد خودت چگونه بوده از نظر خودت و دقیق در کدام قسمت زمین بازی میکنی خودت؟ ما خودیم در قسمت راست زمین بازی میکنم. بسیار قسمی که بود ما 60 نفر بودیم از اول انتخابی بسیار و امیتو رفته کم شدیم و فعلا 18 نفر باقی موند. دیگه از 60 نفر گفتین؟ 60 نفر. از 60 نفر 18 55 تا نفر. 60 نفر. بسیار خوب. و جناب رضایی در مورد 18 نفر بر ما بگوین سرنوشت اینا چگونه خواهد شد؟ از میان 18 نفر چند ورزشکار در مرحله نهایی انتخاب میشه؟ در کل که ما و شما اگه بخوایم اطلاع دقیق بدیم 14 نفر خود تیم ملی را پیدا میکنه. 14 نفر در تیم ملی را میکنه، ولی ما چون 3 مرحله انتخابی داریم برای تیم ملی 19 سال ما مجبوریم که بازیکن‌ها رو دعوت کنیم و کم کرده بریم تا در اون معیار 14 نفر ما برسیم. خب ما فکر میکنم با بازیکن‌های ولایت و بازیکن‌های مهاجری که در کشور همسایه هستن فکر میکنم بیشتر به تعداد 25 نفر ما بتونیم انتخاب کنیم. ان شاء از بین 25 نفر 14 نفر خود انتخاب کنیم. بسیار خوب. شیوه گزینش بازیکن‌های خارج از پایتخت، بازیکن‌های ولایات چگونه خواهد بود؟ به گونه زونوار اونها شناسایی میشه یا اینکه رقابت‌ها در خود ولایت برگزار میشه و استعدادهای تازه جذب میشه؟ بله، مسابقات زون‌های افغانستان در چند وقت بعد مدت 1 هفته الی 10 روز دیگه شروع میشه. بله. ما حتما اونجا اشتراک میکنیم. استعدادهایی که از ولایت‌ها میان، از تیم‌های قهرمان هر زون میان، ما انتخاب کنیم از بین چهره‌های برتر شده تیم ملی 19 سال بریم. اگه کسی از بازیکن‌ها از ولایت‌ها هم که اشتراک نداشته از زونا با کمیته فوتسال افغانستان در ارتباط میشن و بازیکن‌های منتخبشون رو دعوت میکنن برای تست ان شاء الله. بسیار خوب. و در رده سنی 19 سال کدام رقابت‌های بیرون مرزی هست در آینده‌های نزدیک تا اینکه شما آمادگی بگیرید برای حضور در رقابت‌ها؟ تاریخ دقیق مشخص نیست، ولی یک مسابقات کفا مدت 5 ماه بعد هست ان شاء الله که در اونجا ما بچه‌ها بتونیم آمادگی بگیریم و اشتراک کنیم. بسیار خوب. بهادر جان، در مورد برنامه‌های آینده برای ما بگو. دوست داری که در آینده عضویت کدام تیم افغانستان را در لیگ برتر فوتسال افغانستان بعد از بری و دوست داری که در باشگاه‌های بیرونی عضویت کدام تیم بعد از بری؟ ما آرزو داریم که به تیم ملی دعوت شویم و بسیار خوب. فقط هدف تیم ملی است؟ هدفم تیم ملی است و افتخار برای مردم خدمت. بسیار خوب. و دقیق خودت همین سوال از خودت میپرسم که دوست داری در آینده کدام باشگاه بزرگ را عضویتش میخوای به دست بیاری؟ خودیم که اگر انشالله به امید خدا در تیم ملی انتخاب شدیم، بعدا اگر موفق شدیم در تیم ملی کسب افتخار کردیم بتونیم در لیگ‌های بیرونی کشور بازی کنیم. بسیار خوب. جناب رضایی، در مورد برنامه‌های آینده کمیته فوتسال چنان که شما سرمربی تیم ملی 19 سال کشور هستین میشه معلومات بدین که برنامه‌های آینده از چه قرار است؟ برنامه‌های کمیته فوتسال در مدت چند ماهی که میشه خیلی برنامه‌های فشرده داشته. لیگ‌های رده‌های سنی، لیگ‌های الف رده‌های سنی 12 14 16 18 سال برگزار کردن. لیگ بی، لیگ سی، همچنین لیگ الف هم که در جریان هست برگزار کردن. برنامه پیشروی کمیته فوتسال لیگ برتر کابل، لیگ سرتاسری افغانستان هست، لیگ قهرمانی زون‌های افغانستان. دیگه برنامه‌های ملی هم در ماه آپریل هم و جام ملت‌های آسیا است که افغانستان همونطور که خبر داریم با کشورهای ایران و بحرین و کویت همگروه است. دعا می‌کنیم پیشاپیش ان شاءالله که افغانستان بتونه پیش بره و جواز حضور در جام جهانی را که در ماه سپتامبر برگزار میشه کسب کنه. دقیق جام ملت‌های فوتسال آسیا چند ماه بعد برگزار خواهد شد؟ ماه آپریل 3 ماه 3.5 ماه بعد میشه. بسیار خوب. و بازیکنایی که
در چنین رقابت‌ها شناسایی میشه. آیا در ترکیب تیم ملی برای قدرتمند شدن تیم ملی بیشتر از این استفاده خواهد شد؟ بله 100% چهرهایی که لیاقت پوشیدن کالای تیم ملی داشتن حتما به تیم ملی خواهند رسید. مربیان کسایی که در بخش تیم ملی بزرگسالان خب استاد مجید مرتضایی همکار هستن، اونا صلاحیت انتخابش دارن. در بخش 19 سالان که ما صلاحیت داریم، ان شاء هر کسی که لیاقت داشته باشه ما دعوت میکنیم و ان شاء الله بتونن لباس تیم ملی رو بهتر کنن. بسیار خوب، ان شاء الله که اتفاقات رخ بده و ما شاهد قدرتمندتر شدن تیم ملی فوتسال کشور ما باشیم، تا اینکه یک روزی همان گونه که برای نخستین بار توانست به جام ملت‌های فوتسال آسیا را پیدا بکنه، بتونه به جام جهانی فوتسال راه پیدا بکنه و توقع مردم افغانستان از فوتسال خیلی خیلی زیاد است و مردم افغانستان باور دارن برای ملی پوشان فوتسال کشور اینکه روزی میتونن همین تیم قدرتمند و با برنامه به جام جهانی فوتسال راه پیدا بکنن. جناب رضایی، کدام حرف و حدیثی باشه میشه به گوش مسئولان برسونین؟ کدام توقعی اگر داشته باشین برای موثریت در رشته فوتسال میشه به گوش مسئولان برسونیم؟ دو شبکه ملی افغانستان در خدمت. سلامت باشید. ما دو گپ داشتیم، یکی تشکری از تمام کارمندان فدراسیون فوتبال افغانستان همچنین کمیته فوتسال، چون که همونطور که شما مطلع هستید مدت یک سال و بیشتر دو ماه شده که همه بودجه فدراسیون فوتبال اختصاص داده نشده و کارمندان همه بدون معاش کار میکنن. این خودش یک خدمت خیلی کلان هست که کارمندا دارن. ما از همینجا تشکر می‌کنیم از تمام کارمندانی که از کارمندان از بالا رتبه تا پایین رتبه کسایی که هستن تشکر میکنیم که باعث شدن که این فوتبال و فوتسال در جریان باشه با اینکه بودجه نیست. گپ دوم که انشالله که ما یک خواسته بگم یا درخواست از کسایی که میتونن تاجر هستن، تواناییش دارن، تیمای ملی، تیمای منتخب کابل حمایت کنن، بیان در کمیته فوتسال ما ازشون دعوت میکنیم. باعث افتخار ما هستن که بیان انشالله از این جوانا حمایت کنن که انشالله بتونیم یک نتیجه خیلی خوب در آینده ما بتونیم بگیریم و در میادین بین المللی گپی برای گفتن داشته باشیم انشالله. نکته دومی نکته فوق العاده حساس و مهم است که تاجرها و سکتورهای خصوصی بیاین کنار ورزش‌های افغانستان، رشته‌های ورزشی افغانستان بیستند تا اینکه ما شاهد شکوفایی رشته‌های ورزشی که در افغانستان فعالیت دارند باشیم. بادا جان، کدام حرفی باشه، گفتنی باشه میشه به گوش مسئولان برسونیم؟ می‌خواست نیست، ما تشکر می‌کنیم از فدراسیون فوتبال و کمیته فوتسال که همه بازیکنان حمایت می‌کنه. بله. و تمام جوانان پیام است که ورزش بکنن تا صحتمند باشن. بله، بسیار یک پیام خوب و جامع. سلطانی صاحب کدام من گفتنی به نوبه خود یک تشکری خاص استاد محسن رضایی و از کمیته فوتسال که سر ورزشکارا بسیار زحمت می‌کشن. سپاسگزار هستم از شما، مخصوصا جناب رضایی، از اینکه وقت در اختیار ما قرار دادیم علیرغم اینکه شما مصروف برگزاری رقابت‌های فوتسال در لیگ‌های مختلف هستید. سپاسگزار هستم از شما هم که تا این دم بیننده بودید.